در محله تیم شهر خاروق و فرودگاه فرآمدن سیل به قید گرفته شد. کارمندان مقامات محلی حکومت دولتی شهر خاروق با مسئولین اداره خواجگی منزلی کمونالی شهر، اداره آب و تشناب شهر خاروق، اینچنین مسئولین ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی شهر خاروق به جای حادثه حاضر شدند. معاون یکم رئیس شهر خاروق حبیب وطنشویف ابراز نمود که در محله فرودگاه در 2 جای اهالی نشین و در محله تیم در 1 جای اهالی نشین بر اثر فرآمدن سیل برای ساکنان خسارات مادی به بار آورده شد. در مجموع 4 عاقلخانه، باغات و درختزار و زمین‌های نزد حولگی مردم زیر سیل ماندند. حبیب وطنشویف قید نمود که 6 خانه در محله تیم و 4 خانه در محله فرودگاه زیر خطر قرار دارند. نامبرده اظهار داشت که با شدت یافتن بارشات باران احتمالیت فرآمدن سیل در دیگر موضع‌های این محله‌ها و عموماً در همه محله‌های خطرزای شهر خاروق عرض وجود دارد.